سلام علیکم دوستان عزیز، مهمانان گرامی. همه شمایان را به مناسبت 30 سالگی فعالیت ایجادی و 50 سالگی زادرود هنرپیشه شایسته عادل جان مرزاقov خیرمقدم میگوییم. اینک دوستان عزیز، مهمانان محترم، در ذریع خطک‌های پرموج شما هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان عادل جان مرزاقov را با صحنه دعوت می‌کنیم. مرحمت. امروزه ما رئیسه محترم معاون رئیس حکومت شهری کلاب محترمه شرافت سنگوف حضور دارند که میخواستم با کمال احترام سخن تبریکی را با آن کس دهیم. مرحمت معاون. فرزندان عزیز، امروز عید است. عید برای تمام مردم شهر کلاب، چون که در این روز شخصی برای هر یک ما عزیز و مهربان به دنیا آمده است. این چهره‌ای که در تمام خاندان پیر و برما کودکان همه میشناسند، مخصوصا جوانان قدر میکنند، امروز از کودکی از دوره همین بچگی همه بردی‌های زندگی، همه خوبی‌های زندگی، همه سردی‌های زندگی پیش نظر می‌آید. ما امروز یک قبل دوستان، میهمانانی که از دور و نزدیک برای تبریکات این شخص بزرگ آمدن در اینجا جمع آمده ایم. مخصوصا شخصانی که هنری این جوان زیبا را قدر میکنند. مخصوصا جوانان در هر مرکه‌ای که من اشتراک میکنم، جوانان در آن اشتراک میکنم و مخصوصا برآمد این جوان را با دل گرم، با چپک‌های صمیمی و مهر محبت خود نشان میدهد. امروز من همچون جاینشین رئیس شهر متصدی شدم از نام رئیس حکومت شهرمان معتبر عبدالجبار زردیویچ امروز به این زادروز این مرد بزرگ را تبریک تهنیت کنم و یک شادباشی از نام عبدالجبار زردیویچ هست که اینو من خونده به شما برادری عزیز میدم. محترم عادل جان مرزاقov، حاکمیت اجرایی شهر کلاب شما حافظ شناخته مردمی را به جشن 50 سالگی زادروزتان از صمیم قلب تبریک و مبارکباد نموده به شما تمام خوشی‌های روزگار را تمنا می‌نماید. شما در عمر پربرکت خود که 30 سال آن را روی صحنه هنر گذرانیدید، توانستید خدمت خلق و وطن را به جا آورده در دل سامیان شعله سند را افروزید. خدمت‌های شما همچون در جاده رونق صنعت ملی، رشد و نموی فرهنگ و هنر و تربیت نمودن متخصصان جوانان بسان نظررس است. این است که مردم شما را همچون حافظ و مربی جوانان میشناسند و عزت و حرمت میکنند. ما خوب میدانیم که شما با آواز پارم و دلکش خود نه تنها دل مردم کلاب را تسخیر کرده اید، اینچنین مردم رشت و درواز، ونج و بدخشان، وادی بخش و حصار شادمان همه مخلصانی ساز و نوای شمایند. پر و بال آواز شما در سراسر تاجیکستان پرواز دارد. عمر انسان را نه از روی به بها می‌دهند که چند سال دارد. عمر انسان با خدمت او
به خلق وطن معین کرده می شود. محض خدمت حلال و صادقانه شما بود و هست که هم حکومت جمهوری تاجیکستان همچون مکافات عمل شما را در عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان سرفراز گردانید. ما به شما تنی صحت و خاطر جمع برای کار و خانوادگی و در فعالیت ایجادیتان در راه خدمت به خلق و وطن کامیابی های بی‌نظیر تمنا داریم. سر سبز و بلند و سلامت، چهره به نور، اقبال به کف، به سینه شادی و سرور. ای حافظ خلق زاد روزت تبریک، تا هست حیات چشم بد از روی تو دور. عبدالجبار زردی. من گفته نمانم که از نام حکومت شهر و ساحه معنویات غیر از آنی که من عادل جان رو با تحفه مالیوی هم تبریک کرده باشیم، با امروز یک تحفه به خاندانی این مرد بزرگ آورده ایم. یک برگ سبز از نام رئیس شهر و شعبه معنویات. مرحمت. تشکر زیاد معلمه محترم. دوست آن باشد که مهمانم شود، راضی از یک پاره نانم شود. دوست آن باشد که باشد در برم، با دلی صاف درآید از درم. امروز بسیار دوستان نزدیک یکی عادل جان و تبریکات آن کس آمدند و من با کمال افتخار سخن نوبتی را به رئیس اداره بزم آرای نزد حاکمیت ولایت ختلان محترم یوسف و عبدالله یوسف میدیم. مرحمت. باعث افتخار است، باعث خرسندی است که در شهر بوستانی کلوب قدر هنرمند را قدردانی کرده ایستادند و با تمام کمالات میگویم که امروز عید فرهنگ است، امروز عید صنعت است، امروز عید هنر هم خلقی هم هنر کسبی است. عادل جان عمرزاق او را تا 25 سال میشناسم، همکاری هم داشتیم، در چندین چهاربینی ها در چندین آزمون ها برآمد کردند و در چندین این آزمون ها عادل جان همچون غالب دانسته شد. یک گپ را گویم خطا نمیکنم، گویم که عادل جان عمرزاقوف اساسگذار صنعت استرادی ولایت ختلان است، چون که باید باشد تا 2 سال تا 3 سال این شخص بزرگ را ما همچون اعضای داوران آزمون استرادی ولایتی پیشکش کردگی بودیم. من میخواهم که از نام حکومت اجرایی ولایت، از نام اداره فرهنگی ولایت ختلان و از شخصا از نام خودم برای 50 سالگی شما، برای 30 سال در هنر بودن با شما عمری دراز، سلامتی برنوام میخواهم که باز در آینده در کمالات صنعت باشید، در کمالات هنر باشید و در همه چهاربینایی که در ولایت و در جمهوری بگذارد شما اشتراکچی فعال آن باشید. برای شما عمری دراز، سلامتی بردوام، رحمت کلام و یک تحفه ناچیز را از نام اداره فرهنگ حکومت ولایت به شما تبریک میکنم. مرحمت. رحمت کلام. تشکر زیاد. تشکر شما. در اینجا